اونها قمار کردن. دشمنان ما با رهبری ایشون ناامید شده بودند که دست به این جنایت زدن. قمار کردن و همه چیزشون رو خواهند باخت و ما آثار عجیب شهادت او رو خواهیم دید. فقط موندیم با اندوه خودمون چی کنیم. و هر کسی میخواد دل آقا رو شاد کنه برگرده به سخنان رهبری در این چند سال دقت کنه، تک تک اونها رو اجرا کنه. حالا دیگه رهبر نیاز به گزارش شنیدن از ما ندارند، مستقیم میبینن و برای ما دعا خواهند کرد. اگر درباره هر موضوعی فرمایشی داشتن، امروز روز اجرای اون فرمایش هاست. اگر هم قبلا کوتاهی کردیم دیگه این کار رو نکنیم. یه جمله خود ایشون داشتن درباره امام، میفرمودن اگر امام نیست، کلمات او که بین ما هست، سخنان او که بین ما هست، انشاءالله مردم ما به یاری سید الشهدا، سید الشهدای اسلام ابا عبدالله الحسین، اندوه سید الشهدای این زمان و ایران اسلامی و انقلاب اسلامی رو بتونن تحمل کنن